ایمیل داریم؟ بله. چرا انقدر دیر اومدی؟ دارم از ترس میمیرم. برای چی؟ احساس میکنم گناه بزرگی و مرتکب شدم. فقط حواستو جمع کن. یه نفر پشت سرته که فکر میکنم مراقب ماست. کیه؟ نمیدونم ولی مهم نیست. مهم اینه که تو خودتو نوازی. داره میاد. چه شکلیه؟ نمیدونم داره میاد. چی پوشیده؟ وایستاد. شلوار مشکی، پیرن سرمه‌ای. پیرنش هم روی شلوارشه. پس خودشه. کیه؟ رئیس اداره. کدومه داره؟ آگاهی. آگاهی؟ آره، حتما فهمیده. وای تقصیر توه. خجالت بکش، انقدر ترسو نباش. الان داره چیکار میکنه؟ نه بر نگرد، داره میاد. الان فاصلش با تو 1 متر. وایستاد. فقط برای خودت قهوه سفارش دادی؟ سلام. سلام. الان بهتون میدم قربان. بذارش روی میز. کی بود؟ خواستم امتحانت کنم. چقدر ترسویی. پول آورده بود. مگه من با تو شوخی دارم که با من شوخی میکنی؟ بده. به خدا اگه اسلحه تو جیبم نبود میزو تو سرت خورد میکردم. هم خودت احمقی هم شوخیات احمقانه است. این فقط یه شوخی ساده بود. بدبخت. اگه بدبخت نبودم که گیر آدمی مثل تو نمیافتادم. مطمئن باش منم اگه به اون اسلحه لعنتی نیاز نداشتم توی گوه تحمل نمی‌کردم. دیگه داری شورشو در میاری یا؟ اگه تو ناراحتی من از تو بدترم. دلیل نمیشه هرچی از دهنت در میاد با آدم بگی. اگه تو هم آدم بودی اندازه دهنت حرف می‌زدی. تو هم اگه آدم بودی میفهمیدی که با یه دوست قدیمی اینجوری حرف نمیزنن. اولا بس دیگه داری گندشو بالا میاری. اگه شعور داشتی میفهمیدی که دوست قدیمی چه بدبختی رو داره تحمل میکنه. بدبختی من با بدبختی تو فرق داره. ای کاش شوهرم این بیماری رو نداشت. اون وقت منم مجبور نبودم اسلحه دولتی رو کرایه بدم. ای کاش زنی تو دنیا وجود نداشت. اون وقت منم مجبور نبودم یه نامرد بود باشم. زن همشون بی‌حیثیتن. تو فقط میتونی راجع به زن خودت قضاوت کنی. اگه اون تن به خود فروشی خفه شو. آروم باش. این حرف همیشگی خودته. درد منو هیچ کس نمیفهمه. حتی تو که ناسلامتی رفیق منی. مگه تو درد منو فهمیدی؟ تو فقط دنبال انتقام خودتی به خاطر یه لکاته. خفه شو. گفتم خفه شو. خیلی خوب. خیلی خوب. ببین فراد جان، من قصد موعظه ندارم، اما همیشه میگفتی زندگی انقدر مهمه که نباید جدی بگیریش. آره ولی دیگه فکر نمی‌کردم آدم از غم آدم پلی بسازن برای رسیدن به شادی خودشون. به هر حال هر کسی به نوعی غمی داره. غمی که یا آدما ساختنش یا طبیعت. بیتا هیچ فکر کردی ممکنه بیماری آرش ساختگی باشه؟ چرا همچین حرفی میزنی؟ نمیدونم، شاید اشتباه میکنم ولی چی؟ هیچی. واقعیت اینه که من این روزا انقدر دروغ شنیدم که دیگه هیچ حرفی رو باور نمیکنم. ای کاش بیماری آرش دروغ بود. ولی اون از شدت افسردگی تقریبا بستریه. ولی نمیدونم تو چرا یه همچی فکری کردی. فراموشش کن. خیلی خب، الان ما چیکار کنم؟ صبر کن ببینم. چی شده؟ تو رو خدا بر نگرد. مگه چی شده؟ خواهش میکنم بر نگرد بیتا. یه کسی اینجاست، یه کسی که
خفم کردی، حرف بزن. نمیدونم آخه اون چی؟ اونی که قراره با این اسلحه کشته بشه الان با خدای خودت رحم کن. رحم به چی؟ به کی؟ به همه، به من و به تو. میشه بگی پشت سر من چه خبره؟ پشت سرت پایان تراژدی زندگی من و تو. میشه جون بکنی به من بگی چه خبره؟ ترجیح میدم نمیدونم، فکر میکنم بهتر خودت ببینی. میتونی جاتو با من عوض کنی و روبروتو ببینی؟ آره، هرچی از تمومش کن. پس بیا جامونو با هم عوض کنیم. باور نمیکنم. باور نکن، ولی مثل اینکه واقعیت داره. آرش با کسی که قراره با این اسلحه کشته بشه. خدایا. دیگه همه چی تموم شد. این فقط یه شوخی ساده بود.